سیل خرابی‌آوری آخری ماه اوگوست در برابر خانه و انشاءات زیاد در شهر وحدت پول را هم ویران کرد که ده‌ها کودک از آن گذشته به مکتب می رفتند. راهروی کلان بود، راه ماشین گذر بود، همین را آب برد. در تا مقصد همین قدر نفر خوجگی زندگی میکند. 430 طلبه ما از همین طرف مقصد باید مکتب رود، راه مکتب رو نداریم. برای آسان شدن روای ساکنان از چوب و درخت راه و گذرگاهی موقتی ساختند. در این زمان مقامات از آغاز ساختمان و بازسازی کوپرک و بنا و انشاءات دیگر خبر می‌دهند که در پی سیل ویران شدند. به گفته مسئولین در برخی از منطقه های ضرر دیده علاقه راه‌ها تعمیر شدند. نمایندگان کمیته زمین و ساختمان منزل های پورا نابود شده ساکنان را رویخط کرده برای جدا کردن زمین به حکومت پیشنهاد کردند. حالا حکومت مسئله برقرارسازی بنا و انشاءات ضرر دیده را بررسی دارد. راه‌های ماشینگرد و کوپرک ها را بازسازی داریم. به عائله های آسیب دیده مواد غذایی و کمک‌های دیگر می‌رسانیم. سیل شب 28 اوگوست در تاجیکستان سبب مرگ 21 نفر شد. تنها در منطقه رامیت وحدت در پی این آفت طبیعی 17 نفر جان باختند. ده‌ها عائله در شهر وحدت و ناحیه رودکی و ورزاب از خانه و جهاز و حاصل زمین‌های نزد حولگی خود محروم شدند. اومد زد یک گروماس خستم که پس دیوار سیل اومده. زد اینا چپا کردم همین دیوار رو چپا کردم اگر تو پام چی که داشتیم پامیدور و چی که داشتیم همشه نیست نابود کرد. مسئولین در شهر وحدت ضرر آفت طبیعی را بیش از 15 میلیون سومانی گفتند. هنوز حجم عمومی آسیب معلوم نیست. کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داده بود که همراه با سازمان‌های بین‌المللی بیش از 500 عائله ضرر دیده را در شهر وحدت و ناحیه رودکی و ورزاب کمک کردند. در همین حال برخی از ساکنان محله‌های نزدیک به شهر دوشنبه که در آفت طبیعی شب 27 به 28 اوگوست خانه و درشان ویران شدند میگویند هنوز کمک نگرفتند. این ساکنان میگویند با تلاش خود و خرج مبلغ حالا تنها توانستند آب و لای را از خانه‌های خود بیرون کنند. تاجیکستان سالانه از فلاکت‌های طبیعی میلیون‌ها دلار زیان می‌بیند. سال روان در چنین آفت‌ها بیش از 500 خانه و 4 مکتب آسیب دیده 10 نفر جان باختند.